به نام خدا. پکیج تصفیه فاضلاب. فاضلاب خام از این نقطه که در واقع شبکه فاضلاب هست و توی عمق حداقل 1.5 متری زمین قرار داره، از آشغالگیر عبور میکنه. آشغالگیر یه توریه که مواد زائد، جامد و نخاله ها پشت اون به دام میفتن، وارد سپتیک تانک میشه. سپتیک تانک نقش متعادل ساز، نقش چربیگیر و نقش رسوبگیر رو ایفا میکنه. در عین حال ایستگاه پمپاژ هم هست. به عبارتی فاضلابی که توی عمق قرار داره میتونیم از طریق سپتیک تانک به واسطه پمپی که داخل اون میگذاریم به سطح بالاتر و وارد پکیج تصفیه فاضلاب کنیم. خب سپتیک تانک چربی‌ها قسمت بالا چون از آب سبکترن به دام میفتن، مواد سنگین مثل شن و ماسه و گلولای پایین به دام میفتن. این مایع کلویدی که اینجا میمونه مایع محلول و کلویدی، این توی پکیج تصفیه فاضلاب تصفیه میشه که از طریق یک پمپ به سطح بالاتر میاد و وارد قسمت تصفیه فاضلاب میشه. حتی المقدور بهتره که از پمپ ایرلیفت استفاده بشه، پمپ لجنکش برای انتقال فاضلاب خام استفاده نشه، چون پمپ لجنکش پمپیه که دائم باید نظافت بشه، به اون رسیدگی بشه تا دوام زیادی داشته باشه و نسوزه. پس جایی که امکان داره یا طراحی رو میشه به نحوی انجام داد، باید پمپ لجنکش حذف بشه. خب فاضلاب از سپتیک تانک با پمپ ایرلیف وارد مخزن آنوکسیک میشه. توی مخزن آنوکسیک ما نیترات داریم NO3 و کربن که در واقع از فاضلاب خام میاد. این کمکی که انجام میده NO3 تبدیل به گاز N2 میشه و در واقع خروجی نیترات ما رو کاهش میده. بودن نیترات توی خروجی علاوه بر این که از نظر محیط زیست برای تخلیه تو چای جذبی و آبای سطحی محدودیت وجود داره، خود نیترات توی قسمت کلاریفایر یا مخزن‌های ته‌نشینی هم منجر به اسلاج رایزینگ و دردسرهای خاص خودش میشه. خب فاضلاب به صورت ثقلی از مخزن آنوکسیک وارد مخزن هوادهی میشه. این مخزن هوادهی، کف مخزن هوادهی افشانک ها یا دوش هایی هست که هوا رو به حباب های خیلی ریز تقسیم میکنه. به این افشانک ها اصطلاحاً دیفیوزر میگوییم. منبع هوای این دیفیوزرها از طریق بلورهای هوادهی تامین میشه. 2 تا بلور توی هر پکیج تصفیه فاضلاب حداقل 2 تا بلور باید باشه که به صورت 24 ساعته 120 دقیقه یک بلور، 120 دقیقه بلور دیگه دائم به مخزن هوادهی هوا بدمن. این فرایندی که اینجا ما رسم کردیم فرایند هوازی MBBR هستش. داخل مخزن هوادهی از مدیای معلق بیولوژیکی استفاده شده. فاضلاب بعد از اون مدتی که توی طراحی مشخص شده از مخزن هوادهی عبور میکنه، وارد مخزن کلاریفایر یا سدیمنتیشن میشه. به واسطه اتفاقاتی که توی مخزن هوادهی برای اون افتاده، بلا فاصله با یه مدت زمان خیلی کمی به 2 فاز تقسیم میشه. یه فاز شفاف و پایین هم لجن جمع میشه. آب شفاف به آرامی وارد قسمت تماس کلور میشه و به مدت حداقل 35 دقیقه توی مخزن تماس کلور در معرض کلور قرار میگیره. بعد به صورت ثقلی وارد مخزن ذخیره آب پاک میشه. هم میتونه به صورت ثقلی با توجه به شرایط طرح، هم با پمپ به سمت فضای سبز
یا چاه هدایت میشه. این هم یه مخزنیه که ما پودر پرکلورین رو با آب مخلوط میکنیم و از طریق هوا با هم میکس میشه. این هم پمپ تزریق کلوره که دائم داره به این مخزن کلور تزریق میکنه. پس در مخزن کلاریفایر وضعیت اون پساب شفاف یا اون مایع روئی مشخص شد و خارج شد. در کف مخزن کلاریفایر ما یک لجن قهوه‌ای شکلاتی داریم که در واقع این لجن همون کارگرای تصفیه کننده یا همون باکتری های تصفیه کننده فاضلاب هستن. اینها از طریق این ایرلیفت به ابتدای سیکل برگردونده میشن و یک کف آبروب داریم که مواد شناور رو از روی سطح کلاریفایر جمع میکنه برمیگردونه ابتدای سیکل. این پروسه باید به صورت 24 ساعته اتفاق بیفته و در واقع تراکم جمعیت باکتریا توی مخزن هوادهی و مخزن‌های فرایندی افزایش پیدا کنه. این اهم فعالیت‌های یک پکیج تصفیه فاضلاب بود. خب حالا من یه سری نکاتی راجع به این پکیج لازمه که خدمتتون بگم. یکی بحث متعادل سازی، مسئله خیلی خیلی مهمیه. فرض کنید این یه پکیجی باشه به ظرفیت 24 متر مکعب در شبانه روز، یعنی این پکیج اجازه داره 24 متر مکعب طی 24 ساعت فاضلاب وارد اون بشه، یعنی هر ساعت 1 متر مکعب. اگر بیشتر از 1 متر مکعب فاضلاب وارد این سیستم بشه اینجا خروجی به هم میخوره. خب ما صبح، ظهر و غروب ورودی فاضلابمون تا 3 برابر این مقدار افزایش پیدا میکنه. اگه این 3 برابر وارد کل این فرایند بشه، فرایند و راندمانش رو میاره پایین. پس این مخزن سپتیک اضافه ورودی رو تو خودش نگه میداره. اواخر شب یا بامداد که ورودی ها کم میشه از اون تغذیه میکنه و پکیج بدون اینکه شوکی به اون شوک هیدرولیکی وارد بشه کارش رو انجام میده. پس متعادل ساز بسیار بسیار مهمه. مسئله بعدی مسئله بلوئرهای هوادهی هستن که حتما باید 2 دستگاه باشن. بلوئر هوادهی ما 2 مدل بلوئر داریم. یک بلوئر روتس و یک مدل بلوئرهای ساید چنل. بلوئرهای روتس 3 برابر ساید چنل قیمت دارن و بسیار بادوامترن و لحاظ مصرف انرژی و فشار که میتونن تامین کنن بالاتر از بلوئرهای ساید چنل هستن. بلوئرهای ساید چنل هم برندهایی که الان تو بازار هست برندهای خوبی هن، ولی حتما 2 سال یک بار باید بولبرینگاشون عوض بشه وگرنه منجر به شکستگی پروانه میشه و هزینه‌های زیادی روی دست شما میگذاره. پس روی قیمت پکیج نوع استفاده از بلوئر خیلی اهمیت داره. تمام تجهیزاتی که باید تو پکیج فاضلاب استفاده بشه باید 2 تایی باشه، 2 بلوئر، 2 تا پمپ، حتی 2 تا پمپ تزریق کلور که اگر یکی از تجهیزات از سرویس خارج شد سرویس تجهیز دیگه ای داشته باشیم که بتونیم با اون جایگزین کنیم. مسئله مهم دیگر توی پکیج تصفیه فاضلاب جنس مخازنه. میگن که پکیج بتونی، پکیج پلی اتیلن، پکیج کامپوزیت یا پکیج فلزی. جنس این مخازن طبق اینا تعیین میشه. با دوامترین متریال بتون مسلح، بعد از بتون مسلح پلی اتیلن کاروگیت هست، بعد از اون معمولا کامپوزیت و بدترین متریال هم فلزه که ما بیایم پکیج تصفیه فاضلاب رو با فلز بسازیم. یه نکته ای که راجع به کامپوزیت هم باید مد نظر داشته باشید اینه که استخوان بندی کامپوزیت ها هم باز از فلزه، یعنی ما یه اسکلت فلزی درست میکنیم بعد اطراف اونو لایه گذاری میکنن. پس همیشه بتون مسلح و پلی اتیلن کاروگیت
توی اولویت هستن. این یه نکته‌ایه که باید مد نظر داشته باشیم. یه مسئله دیگه که من میخواستم خدمتتون بگم، سازمان محیط زیست برای فاضلاب 3 استاندارد تخلیه داره. یکی آبیاری فضای سبز، یکی تخلیه به چاه جذبی و یکی تخلیه به آبهای سطحی رودخونه و دریاست. سر دست‌ترین استاندارد آبیاری فضای سبز، سخت‌ترینش تخلیه به چاه جذبیه که باید حذف نیترات اتفاق بیفته. اینا رو اگه توی اینترنت بزنید جدول پارامترهاش میاد. پکیج های پلی اتیلن معمولا مخزن به صورت دفنی یا غیر دفنی ساخته میشه. مخزنایی که قرار نیست دفن بشن قیمتشون تا 40% گرانتر از مخزنهای دفنی. خب این توضیحاتی بود راجع به پکیج تصفیه فاضلاب. موفق باشید.